الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد رحمه الله تعالى، والشارح لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان حفظه الله تعالى. وقفنا عند الحساب والميزان، صح؟ موضوع درس در بیان حساب و میزان. اکنون اینها امور آخرت. و بعد البعث محاسبون و مجزون باعمالهم. بله، چون که گفته بود که شارح که انتقال کرد از و دیگه اصل گذشت، یعنی که ایمان به بعث بود. در دوامش اکنون میگفت که بعد از بعث، بعد از زنده شدن، بعد از مردن، مردم محاسبون، اونها را حساب و کتاب کرده می شود. و مجزون باعمالهم، و ایشان را طبق اعمالشان جزا داده می شود، یا جزای نیک یا جزای بد. این عموم گفته است. و دلیل قوله تعالی، دلیل قول الله سبحانه و تعالی است که اونجا فرمود ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، و از آن الله است آن چیزی که در آسمان هاست و آن چیزی که در زمین است. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تا پاداش بدهد کسانی را که اساءوا ای عملوا المعاصی، کارهای معصیت کردند، بما عملوا، به سبب عملی کردگیشون. و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، و تا یعنی جزا پاداش بدهد، اجر و ثواب دهد کسانی که احسنوا، احسان کردن، کارهای شایسته کردن، با چیز ایشان را یعنی که پاداش میدهد بالحسنى ای بالجنه. گذشته میگن آیت یا گذشته. و قال الشارح حفظه الله تعالى من اعمال يوم القيامه الحساب والميزان. بعضی از کارهایی که به روز قیامت سر و کاردار می باشند، یا که به روز قیامت سر و کاردار تعلق دار می باشند، الحساب و المیزان، این حساب است و میزان. اینا کارهای دنیا نیستن، یا کارهای به آخرت، امور غیب. الحساب بمعنى مناقشه اهل المعاصی. حساب به معنای چی است؟ یعنی مناقشه اهل معصیت. مناقشه یک کسه یعنی که بسیار به طریق باریکی حساب و کتاب و پرسش کردن. چی میگوین؟ حساب، مناقشه یعنی الاستقصاء فی حسابه. الاستقصاء فی حسابه. استقصاء گفته از همون درجه پایان چکور سخت پرسکوب کردن. فالمسلمون على اقسام یوم القیامه. شیخ میفرماید که مسلمان ها قسم ها می باشند در روز قیامت. القسم الاول منهم، این نسبت حساب کتاب دخول به جنت گفته شده است. قسم یکم از ایشان من لا یحاسب، تماما او را کسانی می باشند که او را حساب و کتاب کرده نمی شود. و یدخل الجنت، به جنت می دراید. اینجا من لفظ رعایت کرده، لفظ من مفرد است اما معناش چیست؟ جمع است. به جنت داخل می شوند بلا حساب و ولا عذاب، بیگون حساب و کتاب و بیگون عذاب، کما فی حدیث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. چون که در حدیث 70,000 کسانی که به جنت داخل می شوند بیگون حساب و بیگون عذاب. اخرجه البخاری و مسلم من حدیث عمران بن حسین رضی الله عنه. و کسی میگه که یا رسول الله دعا کنیم من نمازمو باشم. اصلا صفتش هم میگه کسانی که یعنی که
چی نمیکنن؟ استرقا و رقیه نمیطلبن، توکل با الله میکنن خیلی. و عکاش بودن، عکاش بود که گفت که دعا کنم من از این زمره باشم. گفتن تو اهمی زمره هستید؟ دیگر نفر پرسید بعد چی گفتن؟ سبق که عکاش تو را افریدید کرد، یعنی که تو را گذشت. بله. القسم الثاني من الناس، قسم دومی مردم، من يحاسب حسابا يسيرا، کسانی می باشند که ایشان را حساب کتاب کرده می شود، حساب اونها به طریق آسان است. و مراد از حسابا يسيرا و هو العرض فقط، این تنها چی است؟ عرض. المراد بالعرض یعنی عرض عمله علیه، هم تو پیشنهاد کردن عملش را به خودش میده. و مراد از پیشنهاد کردن عملش همین که یعنی ان ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، هم تو کتابش نظر میاندازن، نظر میکنن و گذشت میکنن، نمیگن چرا در اینجا خیل کرده در اونجا خیل کرده، هم تو نظر میاندازن در کتابشو، تمام با سرش میتن. فهمیدید؟ الله اکبر. بله. لا يحاسب حساب مناقشه، این آدم حسابی مناقشه کرده نمیشود، یعنی حسابی به طریق عمیق گیری و چقور گیری و سخت گیری نمیکنن. و انما يحاسب حساب عرض، فقط این حسابش میکنن ولی حساب عرض میبینن. مراد حساب عرض چیه؟ نامی عملش میبینن و سرش میتن. و هذا ایضا من السعداء، این انسان هم یکی از گروهی سعادتمندان نمیشه. الله مرسوم یا رب. قال تعالی، الله تعالی در این موضوع فرمود که فاما من اوتی کتابه بیمینه، اما اون کسانی که مثلا رو دیوان اعمالش به دست راستش میدهند، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، چون این کس را حسابی آسان و طریق آسان حساب کتاب کرده می شود، تنها نظر کردن و گذشت کردن. و ینقلب الی اهله، و برمیگردد، انقلب ینقلب انقلابا بابی پنجم، و برمیگردد الى اهل بسوی اهلش، که و اهلش در کجا هستن؟ فی الجنت، در جنت هستن. مراد از در جنت هم در کدوم اهلا دارد؟ حور عین، زنهای بهشتی و الادمیات، با چه؟ اون آیلش که از زنهای بنی آدم دارد، بین فرزندان آدمیات. مسرورا، خرسان حاله. القسم الثالث من يحاسب حساب مناقشه، کسانی میباشند که او را به حساب مناقشه حساب کتاب کرده می شود. و هذا تحت الخطر، چون این آدم در زیر خطر می باشد. لقوله صلی الله علیه و سلم من نوقش الحساب عذب، کسی که به همان حساب را مناقشه کرده شود، یعنی به طریق چقور به او یا که سخت گرفته شود، البته عذب او را عذاب داده میشه، عذاب میکشن، چون که همش جواب دادن نمیتونن. اخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. اما الكفار فقد اختلف العلماء فيهم هل يحاسبون او لا يحاسبون. اما کافرها باشند، علما در شأن اونها چی کردن؟ اختلاف کردن، آیا کافرها را حساب کتاب کرده میشود یا نه، یا که حساب کتاب کرده نمیشود. فمن العلماء من يقول ان الكفار لا يحاسبون. پاره از علما چی گفتند که با درستی کفار را حساب کتاب کرده نمیشود، لان لیس لهم حسنات، چون که باید حسنات ندارن که اینها را یعنی که حساب کتاب کرده میشه. و انما یذهب بهم یذهب بهم الى النار، و یارا تنها به دوزخ هم تو برده میشه. و لانهم لیس لهم حسنات، چون که باید دارای حسنات نمی باشند. و من العلماء من یقول، بعضی علما دیگر گفتند که انهم یحاسبون حساب تقریر، گفتند که به درستی ایشان را حساب کتاب کرده می شود. چرا؟ و چه خیلی حسابی تقریر، یعنی که همون اعتراف کردن که همین کار کردی، دیدی همون، خب ای بی عمالی و ما عمالی کردگیشون و کفرهم و بسبب کفر ورزیدنشون و الحاد و بسبب ملحد از اسلام و از ایمان رو گردوندنشون. ثم یذهب بهم الى النار، سپس ایشان رو به دوزخ برده می شود. و المیزان معنی العادة التي، یعنی حساب معلوم شد،
اکنون میزان به انتقال کرد. والميزان معناه الآلة التي توزن بها أعمال العباد توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. معنای میزان میگه یک آلتی است که به او برکشیده می شود اعمال بندگان را که حسنات را در یک پله مانده می شود و سیئات را در دیگر پله یا طبقه‌ای که ترازو می شود. قال تعالی، الله تعالی فرمود فمن ثقلت موازینه، اما اون کسی که دیوان اعمالی که ترازی حسناتی و وزنی بکند فاولئک هم المفلحون، ایشان همونا خودشان رستگاران می باشند، یعنی الناجون من النار الفائزون بالجنة. و من خفت موازینه، و کسی همون ترازی نیکش سبکی کند، معلوم میشه که ترازی بدیش گناهاش وزن آید. فاولئک الذین خسروا انفسهم، این کسان چنین کسانی می باشند که خودشان را چیکار کردن؟ زیانمند کردن، زیان بین گردانیدن. یعنی که این کسان چه خیلی شدن که باعث آن گردیدن اعمالشون که ایشان زیان کردن. فاذا ثقلت السیئات خسر الانسان، وقتی که سیئات گناه ها وزنی کنند انسان زیان میکند. و اذا ثقلت الحسنات، اگر مبادا حسنات وزنی کنند ربح الانسان، انسان فایده میکنه. اللهم ارزقنا من هذه الطائفه. هذا الميزان ميزان الاعمال، این میزان اعمال میگن، ترازی اعمال میگن. كذلك من اوتی کتابه بیمینه فحسابه یسیر، همچنین که سر دیوان اعمالش به دست راستش عطا بخشند چنین که حسابش آسان است. و من اوتی کتابه بشماله فحسابه عسیر، اما کسی که دیوان اعمالش به دست چپش دهند یا که از پسی پشتش بدهند حسابی چنین انسان مشکل می باشد. و سیر الاحوال و الاخطار جسیمه، چنین کس ترس و خطر را بزرگ می بیند، یعنی که هر یک ترسی می بیند که و این ترس ها جسیمت بسیار ترس و حراسی بزرگ می باشند. و من خطر الى خطر في مواقف القیامت، یعنی از یک خطر خلاص میشه با یک خطر دیگر گرفتار میشن در همون موقف روز قیامت، جایی که همه واقف و همه راستا و همه در ترس و در هراسان. والحساب والحشرین، حساب و صوب حشر هست و این جمع شوی. هذه امور هائلة، اینها کاری شوخی کاری هزیل نیستند، اینها کاری بسیار ترس آور و خوف آور میشن. لو فکرنا فیها، اگر ما اندک تفکر کنیم در این، یعنی که درباره اونها. وقال الشيخ صاحب المتن ومن كذب بالبعث کفر، کسی که نسبتی زنده شدن بعد مردن را ناباوری کند، باور نکند، دروغ گوید، دروغ شمارد، کفر کافر می شود. و دلیل قوله تعالی زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الله سبحانه و تعالی فرمود در سوره تغابن پین داشتن کسانی که کافر شدن که ایشان را زنده کردن نخواهد شد، یعنی گمان کردن از که این دروغ گفتن است. یعنی کافران گفتن که زنده شدن این دروغ است. قل بلا و ربی، بگو که نه زنده میشه، و گفتن که نمیشه، بلا که اومد یعنی میشه بیتون. و ربی قسم به پروردگار الله سبحانه و تعالی در 3 آیه قرآن جناب پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت زنده شدن بعد مردن در 3 آیت گفته که قسم خورم به من، جای قسم است، قسم میخورم. شیخ خودشون میفرمایند بگو که قسم به پروردگارم البته زنده کرده خواهد شد. ثم لتنبؤن بما عملتم، و البته یعنی که طبق اون اعمالی که کرده خبر داده خواهد شد، شما را خبر میدهند که این کار کردی، فلان کار کردی. و ذلك علی الله یسیر، این بالای الله بسیار آسان است، یعنی این کار با الله بسیار آسان و سبک است. بله. وقال الشارح من كذب بالبعث كفر لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان،
کسی که سخن شیخ گفت که کسی به زنده شدن بعد مردن باور نکنه کافر میشود. چرا؟ لانه چون که وی انکار کرد رکن از ارکان ایمان را، ولی انه مکذب لله و لرسوله و لکتبه، چون که این انسان درو شمارنده الله و پیغمبری او، پیغمبران و رسول پیغمبران او را درو گفته ایستاده است و کتاب‌های او را، در همین کتاب‌ها آمدگی است. لأن الله جل وعلا أخبر عن البعث، زیرا الله عز وجل خبر داده است نسبتی که درباره زنده شدن بعد مردن، و رسول اخبرت عن البعث، رسول ها هم خبر دادن درباره زنده شدن بعد مردن، و کتب اخبرت عن البعث، کتاب ها هم خبر دادن نسبتی زنده شدن بعد مردن. فمن انکره فهو کافر، کسی اینه یعنی بعث منکری آن شود و این کافر می شود. و دلیل قوله تعالی زعم الذين كفروا، الزعم هو الكذب، دلیل آن است که الله سبحانه و تعالی فرمود که پین داشتن کسانی که کافر شدند. زعم یعنی پین داشتن در اینجا به معنای دروغ شماریدن است. ان یبعثوا، که ایشان گویا که زنده نخواهند کرده شد. فدلت الآية على أن إنكار البعث كفر، این آیت خودش دلالت کرده است که منکر بعث کافر است. یقولون لیس بعد الموت بعث، که میگویند چی میگویند؟ میگویند که بعد از مردن زنده شدن نیست. میگویند المشركون و عبدة الاصنام في عهد النبي صلی الله علیه و آله و سلم كانوا یجادلون بالبعث، یعنی که مشرک ها و بت پرستان در دوران پیغمبر علیه السلام مجادله میکردند نسبت چیز زنده شدن بعد مردن، یعنی بحث میکردند و همین موضوع در همین باره میشد تیز بحث سر میکردند و میگفتند که ایذا كنا عظاما نخرة، آیا ما استخوان‌های چی باشیم؟ بالیه، کهنه شدگی، ویران شدگی باشیم. ایذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة، میگن که همان این هنگام چی میشه است؟ کرة خاسرة. اگر واقعا همین استخوان‌ها با همینا با زنده میشدن، این ای کرة خاسرة، کره به معنی که رجعتون علی الدنیا، الى الدنیا، این به دنیا دوباره برگشتن می شود. وقتی که ما برگردیم به چی میشه؟ خاسره، ای خائبه، ناامید، دیگه یگو امید نیست. اگر ما در دنیا باور نمی کردیم اگر می شدنی باشد دیگر همین تمام، یعنی که ما سوختیم، خسارت میشه، زیان میکنیم، لیکن میدونیم که گفتن نمیشه. فهمیدید؟ قالوا من يحيي العظام وهي رميم، کیست اون ذاتی که با این استخوان‌ها را با گفتی پیغمبر چی باید خبر داشته با چیکار که زنده میکرد است؟ و هی رمیم، حالا که استخوان‌ها چی باشن؟ پوسیده و ویران شدگی. و من مجادلتی، و بعضی از مجادله اون کافرها و بت پرستان مشرکان همین بود که ایعدکم انکم اذا متم و کنتم تا این زعمای هم ویفتن، همون آبرومندهای کافر ها میگفتن ایعدکم، آیا شما را وعده میدهند که شما اذا متم، وقتی که میمیرید، و کنتم ترابا، همون وقتی که شما خاک به خاک یکسان میشید، و عظاما و استخوان میگردید، انکم مخرجون ای مبعوثون من قبورکم، از قبرتون بود دوباره زنده کرده برآورده میشوید. هیهات هیهات لما توعدون، اما آدمی که در صحبت پیغمبر میشستن یا که به گوششان میرسیده بود سخنان پیغمبر صلی الله علیه و نسبتی بحث و این دانشمندا و این داراشونه اومده اینا رو میگفتن که آیا شما که با میمرده پگ خاک میشدید و استخوان میشدید با دوباره زنده کرده میشه؟ هیهات ای چقدر این گپی این از فکر و از عقل چقدر هیهات دور است میگفتن لما توعدون، نسبتی اون وعده که شما رو میکنن که میشابون خیلی میشده با خیلی میشده امینا میگو از عقل و از فراست و از ادراک دور است. برای این باور نکنید و خودتون حتی مثال داریم رقم ندید با گوش فرانه لید الى غیر ذلك من مقالات الكفار، و غیر از این دیگر از مقاله ها و گفتارهای کافرها، من الامم السابقه، از امتان پیشینه، و من المشرکین فی عهد النبی صلی الله علیه و سلم، روایت سوره مؤمنین از درباره کافر و مشرکای پیشین گفته است، و المشرکای دور پیغمبر علیه السلام. فمن کذب بالبعث فهو مع هؤلاء الكفره، کسی که به زنده شدن بعد مردن ناباور باشد، البته او با همراهی چنین کافرها چی میخواهد شد؟
با همراه همین ها خواهد شد. الکفاره صیغه جمع کافر میباشد. اولئک هم الکفاره الفجره، اینا یک وزنی هست که الکفاره الفجره، اینا صیغه جمع شکسته میباشند. لا ينكر البعث الا کافر، منکر بعث جز کافر کسی نمیباشد. ولقد امر الله جل وعلا نبیه صلی الله علیه وسلم ان یقسم به علی البعث. واقعا الله سبحانه و تعالی پیغمبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم را امر فرمود که با پروردگار قسمیات کنند نسبت چی؟ زنده شدن بعد مردن. قال قل بلا و ربی، بگو که بله زنده میشه به قسم به پروردگار. ماذا قسمون لتبعثن، جواب قسم شد. ثم لتنبؤن بما عملتم، البته زنده خواهید کرده شد، سپس البته به شما خبر داده می شود نسبت آن کاری که شما کردید. هذه الآیه احدى الآیات الثلاث التي امر الله نبیه فيها ان يقسم على البعث. این آیتی که در باره گفتیم یا که شیخ گفت یکی از سه آیاتی می باشد که الله سبحانه و تعالی در اون سه آیات پیغمبرش صلی الله علیه و سلم را امر کرده است که قسم میکنند به پروردگارش نسبت زنده شدن بعدی مردن. الآیه الاولى، آیه یکم در سوره یونس آمده است که فی سوره یونس و یستنبئونک احق هو، از تو خبر میخواهند پرسید که میخواهند که تو و ایشان خبر بیستن بیونه که استنبا یستن بیستن. بابی چندمه؟ بابی دهمی ثلاثی مزید. از تو طلب میکنند که تو به ایشان خبر بدی حق هو، آیا همین حق است؟ میگوین که تو گفتی سادی که الله تعالی بعد مردن با زنده میکرده است. حق هو، همین حق است. قل ای و ربی، بگو که بله قسم به پروردگارم. این جوابه، بله قسم به پروردگارم. انه الحق، البته این حق است. و ما انتم بمعجزین، شما یگون جایی گریز نداره. شما الله را از این کار کردن عاجز گرداننده نیستید. یعنی شما از الله خلاصی ندارید که مثلا بگوید که همین دو روزی که میمریم مثلا به خاک اجسام میشیم و سخنهای ما پوسیده و پراکنده میشه و بعد الله زورش نمیرسد. گفتن تو این گپ خطا است، خیلی است. و ما انتم بمعجزین، ما در اینجا نافیه هست، اون که ما نافیه هست به دلالت کرده که با زیادی می آید، اصلا در معنا زیاد است، اما اینجا برای تأکید است. در قرآن یکون چیز زیادی نیست، اینجا برای تأکید نفیه. هر جا که او را مثلا با زیادتی میگوین به اون معنا که این تأکیدی نفیه. مثلا گیریم میشد که ما انتم معجزین یا که ما انتم معجزون باشد، اما برای تأکید باشد ما انتم بمعجزین. شکلی که میگه لیس زیدون چی؟ بخارجی، زید براینده نیست، نمی براینده است خانه میاد. یا که لیس زیدون بمریض، زید بیمار نیست. مثلا اینجا تأکید کرده که هیچ بیمار نیست دیگه. بله. الثانیه، دویم آیتی که مثال گیریم الله سبحانه و تعالی به پیغمبرش علیه السلام امر کرده است که به ذاتی او قسمیات کند نسبت زنده شدن بعد مردن. فی سوره نبع، در سوره نبع آمده است و قال الذين كفروا لا تأتينا الساعه. چی گفتم؟ نبع. سوره نبع گفتم. سوره سبع. بله. دویم در سوره سبع آمده است. بله. و قال الذين كفروا، کافرها گفتند. چی گفتند؟ گفتند که لا تأتینا الساعه، ما را ساعت یعنی قیامت فرا نخواهد رسید. مراد از فرا نخواهد رسید یعنی اون قیامت می شود، میگوین که باز زنده میشیم. لا نبعث، معنای همین لا تأتینا الساعه معناش چی میشه؟ لا نبعث، ما زنده نخواهیم کرده شد. قل بلا و ربی، بگو بله همون قیامتی که شما منکر آن هستید می شود. و ربی، قسم به پروردگارم، لتأتینکم، البته همون قیامتی که شما منکر اون می شود می آید. علم الغیبی، من قسم یاد کردگیم با اون ذات است که او داننده غیب است. اینجا جمله اعتراضی شده است در بین همون جواب قسم در بین صفت دوزه و ربی عالم الغیبی شده است.
قسم به پروردگاری که او داننده غیب هاست، یعنی مطلع علی ما غاب عن غیره، اون ذاتی که اطلاع دارد، خبردار است نسبتی تمام چیزی که از غیر است، این از دیگران غایب نمیدونن، دیگران هم میدونن اون ذات. لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، یگون چیز در غیب نمیزند عنه از الله. لا يعزب لا يغيب عنه، از الله غیب پوشیده دور نخواهد شد. یگون چیز مثقال ذره، به وزن ذره گفته اصغر نمله، از همه خردترین مرچه است، به همین وزن همه یگون چیز از الله پوشیده نمی شود، خواه همون چیز در آسمان ها باشد و خواه در زمین باشد، خواه مثال از وی با چی باشد اصغر باشد که او را به طریق میکروسکوپ های چیزهاش بزرگ او را می بینه یا دیده نمی توانه، ولا اکبر یا چیز بزرگ باشد الا فی کتاب مبین. چقدر ویها از الله پوشیده میشن که همین ویها در کتاب، یعنی در لوح المحفوظ هستند که وی یک لوح المحفوظ است که صفتی او مبین است و بیان و روشن و یگان چیز پوشیده نیست، همش در اونجا قید شدگی است. لیجزی الذین آمنوا، همون قیامت شدنش آمدن است به خاطر چیز، تا اینکه الله تعالی پاداش بدهد، مکافات بده، لیکافیه، مکافات بدهد الذین آمنوا، ایمان آوردگی کسا مکافات بدهد و عمل صالحاتی و کسانی که کارهای شایسته کردن، اولئک لهم مغفرة ای ستر ذنوبهم، برای ویها چه پرده گناههای ایشون است، یعنی یک پرده میشه و آمرزش میشه برای گناهاشون، و رزق کریم، و برایشون یک زندگی آسوده است، کریم زندگی آسوده است چه فی الاخرتی در روز قیامت. فالله امر نبیه ان یقسم به علی البعث و علی قیام الساعه، الله سبحانه و تعالی پیغمبرش را امر کرد علیه الصلاة والسلام که قسم یاد کند به خودش، به ذات پروردگار، نسبتی چه زنده شدن بعد مردن و نسبتی برپا گردیدن قیامت. الآیه الثالثه، آیه سیمی که التي معناها في سوره التغابن، معناه اون آیت سیمی که با همراهی ما هست، یعنی نسبت همین موضوع در سوره تغابن آمده است که آمودیم گفتیم که الله برای معنا گفت که یعنی که در متن اومده، در متن شیخ اومده که برای معنا گفته است. زعم الذين كفروا، پنداشتن کسانی که کافر شدن، ان یبعثوا، که ایشان رو زنده نخواهد کرده شد. قل بلا، بگو که نه، زنده کرده نمیشه بیتون. و ربی، قسم به پروردگارم، لتبعثن، البته زنده خواهد کرده شد، ثم لتنبؤن بما عملتم، و البته طبق اون اعمالی که کرده شما با شما خبر داده می شود. و ذلك علی الله یسیر، این به الله بسیار آسان است. فالحکمت من البعث هي جزاء العباد على اعمالهم، حکمت، فایده از زنده شدن بعد مردن همان چیست؟ اون جزا دادن بندگان است طبق اعمالشان. و قوله تعالی لتنبؤن ای لتخبرن باعمالکم، یعنی طبق اعمالتون، موافق اعمالتون خبر داده خواهد شد، یعنی چه عملی که کرده و تجزون بها، و به همون اعمالتون شما را جزا میدهند. نعم. الایمان بالرسول، ایمان آوردن به رسولان. و ارسل الله جميع رسل مبشرین و منذرین، و دلیل قوله تعالی، صاحب متن گفته الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی، رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل و كان الله عزیزا حکیما. الله سبحانه و تعالی جمیع رسولان را فرستانید، همچون بشارت دهنده، یعنی مژده دهنده، خبر خوش دهنده، ای مخبرین بالثواب علی الطاعه، کسانی که طاعت کردن اونا رو به ثواب خبر میدهند، و منذرین بیم میکنانند بالعقاب، و جزا دادن و عذاب کردن علی المعصیت، بنابر انجام دادن کارهای معصیت. و دلیل قول الله سبحانه و تعالی که اونجا فرمود در سوره النساء، ما رسولان را فرستانیدیم همچون بشارت دهنده و بیم کناننده، بشارت دهنده اهل جنت را و بیم کناننده اهل دوزخ را. لئلا یکون للناس، چرا ما فرستانیدیم؟
تا به فایده مردم بالای الله و مقابل الله چی نباشد؟ حجت نباشد. یا پروردگار ما نمیدونستیم این کار خوب است و این کار بد است نمیدونستیم نگن. مراد از حجت سیاسی یعنی که یعتذرون بعدم ارسال رسول او عدم البلاغ. بعد در پیش الله چی میکنن؟ عذر خواهیم، عذر پیشنهاد میکنن به نفرستانیدن رسول. تو نفرستانیدی آخر رسول او عدم البلاغ. با ما هیچ تغییر که هیچ کس تبلیغ نکرده است، نه رسولان، نه صحابگان، نه تبع تابعین نگفت ما را گفته. همین گپ نگون گفته الله سبحانه و تعالی رسولان را همچون بشارت دهنده و میکناننده فرستانید که بعد این دیگه یگان حجت بعد رسولان یگان حجت نمیشود و نخواهد شد. و کان الله عزیزا حکیما. الله سبحانه و تعالی بسیار پیروزمند و چیست؟ حکیم یعنی محکم کار است که هر کاری که او کند و در او یگان حکمت است. الایمان بالرسول شارح می‌فرماید که الایمان بالرسول هو احد ارکان الایمان السته. ایمان آوردن به رسولان یکی از 6 رکن ایمان میباشد. قال صلی الله علیه و سلم در حدیثی مشهور جبریل گذشت: الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. ایمان آن است که تو باید به الله و به فرشتگانش و به کتابان و به رسولانش ایمان بیاری. سبق تخریج حدیث گذشته بودم. فالایمان بالرسول هو احد ارکان الایمان. ایمان آوردن به رسولان یکی از رکنهای ایمان است. فلا بد من الایمان بالرسل جمیعهم من اولهم الى آخرهم. باید که ایمان آورده شود به رسولان به همشون. تاکید کس از اولشون سر کرده تا آخرشون. فمن جحد رسولا واحدا منهم فهو کافر بالجميع. کسی به یک رسول ناباور باشه، یک رسول انکار کند از رسولان، وای کافر به جمیع رسولان می شود. کما قال تعالی شخلی که الله سبحانه و تعالی در این مسئله فرمود که ان الذين يكفرون بالله و رسوله. و درستی کسانی که به الله و به رسولانش کافر می شوند نعوذ بالله. و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله. می خواهند که بین الله و بین رسولانش چیکار کنند؟ جدا کنند. و یقولون و میگویند که نؤمن ببعض پاره از رسولان ما ایمان میآوریم و نکفر ببعض پاره دیگر کافر میشویم. من خیلی که مثلا یهود و نصارا با کافر و پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. میخوان که بین این دو را چی گیرن؟ همچون راه بگیرن. یعنی بین ایمان الصحیح، بین ایمان صحیح را و بین کفر یک راه میگیرن. بین ایمان صحیح و بین کفرنده راه گرفتن برای خودشون. مثلا گویا که ایماندار هستن ایماندار نیستن، گویا که کافر هستن گویا که خودشون کافر حساب نمیگیرن. برای چی؟ برای یک پاره از پیغمبر وقتی ایمان آوردن، پاره دیگر یعنی ایمان نآوردن. بین همین یک راه گرفته رفته شده. و محمد علیه السلام کافر و به عیسی کافر و به موسی مؤمن. یکی مثال با پیغمبر علیه السلام محمد صلی الله علیه و کافر و به موسی کافر و به عیسی ایمان داره. اما خیلی یک راه گرفته برای خودشون برفته شده. اولئک هم الکافرون حقا. فهمیدید؟ یعنی همونها خودشون کافری حقیقی هستند. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. و برای کافرها آماده کردیم یک عذابی که او عذابی خار کننده است که با اون عذاب گرفتار شد فقط خار و زله، دیگه هیچ چیز سود نمیکنه. فلا بد من الايمان بجميع الرسل من اولهم الى اخرهم. باید که ایمان آورده شد به جمیع رسولان از اولشون سر کرده تا آخرشون. من سمى الله منهم فی کتابه و من لم یسمی. کسی را الله تعالی در کتابش نامبر کرده باشه و کسی را که نامبر نکرده باشه. فان الرسل کثیرون. چون که رسول ها بسیارند. ولی هذا جاء فی الحديث. چون برای خاطر من از در حدیث آمده است که ان عددهم که عدد ایشان 124,000 124,000 پیغمبر آمده است. مخیل الرسل من ذلك 315 جمع غفیرا. و از اونها رسولش چند تا بوده است؟ 315 رسول، همچون یک گروهی فراوان. حتی همه قدر یک گروهی فراوان چندش الله علم اسناد حدیث نمیدونم. اخرجه احمد فی المسند من حدیث ابی امامه الباهلی رضی الله عنه. اسناد حدیث نمیدونم. خلاصه خیلی شیخ ذکر کردیم
فهم رسول كثيرون منهم من سمى الله في كتابه. اینا رسولای بسیار میباشن که از جمله کسی هست که الله تعالی در کتابش نام را گرفته است و منهم من لم یسمی و کسانی هست که از اونها الله نامشون نام بر نکرده است. فیجب علینا الایمان بجمیعهم من اولهم الی آخرهم. و ما واجب است که ایمان بیاریم به جمیعشون از اولشون تا آخرشون. نعم. وقال صاحب المتن رحمه الله تعالى وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أول رسول نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. دليل نسبة آنکه أول رسول نوح باشد عليه الصلاة والسلام قول الله سبحانه و تعالی که آنجا فرمود در سوره نساء بدرستی ما وحی فرستانیدیم به تو چنانه که به نوح فرستانیدیم و به پیغمبران بعدی او. وقال الشارح حفظه الله تعالى الدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك. دلیل اثباتی آن که اولشون نوح است قول الله نوح است قول الله تعالى إنا أوحينا إليك بدرس ما وحي فرستانیم به تو. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب جناب پیغمبر صلی الله عليه وسلم است كما أوحينا إلى نوح چنانه که وحی فرستانیم به نوح و النبیین من بعد و به پیغمبران بعد از نوح. و أوحينا إلى إبراهيم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان. و ما وحی فرستانیم به ابراهیم و اسماعیل و به اسحاق و یعقوب و اسباط فرزندان یعقوب و عیسی و به ایوب و به یونس و به هارون و سلیمان. و اتینا داوود زبور و به داوود ما زبور گفتی کتاب را عطا بخشیدیم. ذکر الله جمله من اسمائهم فی هذه الآیه. در این آیه اگر نظر کنید الله سبحانه و تعالی یک دسته از نامهای پیغمبران و رسولانش چیکار کرد؟ ذکر کرد. كما ذكر جملة من أسمائهم في آية الأنعام. شغلك یک دسته از نمهای و یارب در آیه سوره انعام ذکر کرد. و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون. گفت از ذریت آن داوود است و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون الى آخر الآیه تا آخر الآیه. فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام بدليل قوله تعالى والنبيين من بعده. اولی اونها نوح است علیه الصلاة والسلام با دلیل قول او تعالی که و پیغمبرانی که با بعدی نوح آمدند. بعثه الله الى قومه لما غلوا في الصالحين بعد ان كان الناس على دين التوحيد منذ آدم عليه الصلاة والسلام الى 10 قرون وهم على التوحيد. خلاص الله سبحانه و تعالی نوح پیغمبر فرستانید به سوی قومش. کدام وقتی که ایشان نسبت مردم شایسته خودشان از حد گذری کردن بعد از اینکه مردم در دین توحید بودن از زمان آدم علیه السلام تا 10 عصر تا 10 عصر همه موحد و همه توحید و توحید بیره دیگه یکون چیز بود و هم علی توحید 10 عصر از زمان آدم تا آمدن نوح همه در چی بود؟ در توحید بود. فلما جاء قوم نوح كان فيهم رجال صالحون. وقتی که قوم نوح که فرا رسید خلاصه وقتی قوم نوح پیدا شد با شرح میداد که كان فيهم رجال صالحون در دنیا و یا آدمای خوب بود آدمای شایسته بودن. فلما مات هؤلاء الصالحین آدمای نیکی مردن حزن و حزنا شدیدا همه غمگین شدن غمگین سخت شدن. فانتهز الشیطان هذه الفرصه. شیطان از این فرصت استفاده برد. انتهز الشیطان یعنی تنمده غنیمت دونست شیطان این فرصت که آدمای عمل معروف میکرد بگه ملاها نیستن و قال لهم و برایشان گفت صبروا صور هؤلاء الصالحین. صورت این مردم شایسته را حالی که همون سیماشون از خاطرتون نبرم نه صورتاشون کشید کسی دعیادش دوشش چخل بود رزمرش ریشش و میتونه چشمانش بینه چخل بود حالی که از خاطرتون نبرم در قافی و یا اونا رو کشید گفت وانصبوها على مجالسکم. جای میشستگیتون در اونجا بود چخشون داره دونه هر جایی که مثلا کلوب یا که عبادت خانهاتون نداره چیکار کنه همونا راستا کنه این جمله همونا دیده باشه سر شرم داره غیبا نمیفونه دوزل مین اکبر حرام همونا دیده شرم داره تو
من اجل اذا رأيتم هذه السوره خصوصا وقتی که بخاطر اون که وقتی شما این سورت ها رو بینید تتذکرون احوالهم هیچ نه نیکیاشون حالتهای رو به خاطر میبیارید و تنشیطون علی العبادتی همون رو باید آورده با در عبادت کردن چی میشه؟ با فعال میشه با خوشتون میبیاید با تنبلی از شما دفع میشه فقام و خیستند و گپی موسیقی شیطان گرفتن و صور رسول هؤلاء الموتى صورت های این مردگی ها را کشیدن برپا کردن و نصبوها علی المجالس و یا را آورده گذاشتن در مجلس خانه و مجلسگاه ها جایی که میشینن فلم تعبد فی اول الامر در امر اول در بار اول در مد اول و یا عبادت نمیکردن لوجود العلماء الذين يبينون للناس التوحید بخاطر با بودنی کم و بیش عالم هایی که چیکار میکنن برای مردم توحید کم کم تشویقات و ترغیبات کردن میسادن و ینکرون شرک انکار میکرد دیگه عالم بودن کم و بیش فلما مات العلماء وقتی که عالم ها و ذهب الجيل الاول یعنی نسل اول که از بین رفت جاء جيل متأخر یعنی نسلی با بعد آمد وقد مات العلماء و تأخیر که ها علماء مردگی بودن در این نسل جاء الشیطان الیهم شیطان با نزدشون با دویم اتحاد با دویم مرحله آمد برایشان گفت فقال لهم ان آباءكم ما نسبوا هذه الصور الا ليعبدوها این پدران و باباهای شما میگو این صورتها را همتون ماندگی نیستن مگر به خاطر اینکه ویرا عبادت موندن نخواه شما اینا را عبادت نکنید و بها کانو یسقون المطر بتفلح منها باران میطلبیدن فزین لهم عباداتها خلاصه عبادتی این صورت ها را برایشون زینت دادن گرفت فعبدوها من دون الله در نتیجه ایشان و اینها را غیر از الله عبادت کردن را شروع کردن و من ثم حدث الشرك فی الارض از همونجا بعد یعنی که شرک در روی زمین روی داد فبعث الله نبیه محمد فبعث الله نبیه نوحا علیه الصلاة والسلام بعد الله تعالی چیکار کرد یعنی نوح علیه السلام بسویشون فرستانید رسول کرده یدعوهم الى الله عز وجل ایشون بسوی الله عز وجل فرا میخوان و یردهم الى التوحید با توحید برمیگردان الذي هو دین ابیهم آدم علیه السلام این همون توحید بود که و دینی پدرشون آدم علیه السلام بود لکنهم عاندوا واستكبروا ولی و سختگیری کردن و کبر کردن حق رو قبول نکردن و قالوا لا تذرن یا دیگرش نصیحت میکردن تدریس که میکردن لا تذرن آلهتكم الا تتركوا عبادت آلهتكم یعنی عبادتی همین معبودانتون با مبادات حق نکنید میگفتن یعنی دیگرشون ولا تذرن ودن یعنی که ترک نکنیتون یک سنم نومی بت است که کانا لکلبین بدونی بدومتین لجندب از اون جندب این نومای قبیله هر قبیله با یک بت داشته نومش یعنی که ود بود ولا سواعا نفرته این نومی بت از اون حذیل که یک قبیله لا تذرن ولا سواعا ولا یغوث نفرته یک نمبر کسوده نه یغوث نفرته اینم سلام بود کان لی مراد گفتی که جا بود است برای همه جای بود است ولا یغوث و یعوق یعنی که سنم کان لی همدان گفتی که همدان گفتی که جا بود است یک بود بنامی همونجا بود است و نصر اینم نامی بود سنم کان لی حميرمي كحميرمي لآل ذي كلاع وهي أسماء رجال صالحين أمينو عيكو نموي هم آدمي صالحة وشن بدست قال ابن عباس قلت رضي الله عنه هذه أسماء رجال صالحين إنو نمهای مردان صالحشون بودن صورهم یکون چیکار کردن صورتاشون رو کشیدن و نصبوها علی مجالسهم در جای میشتگیشون چیکار کردن و یا رو راست کردن نصب واسه یک چیز چخ مونده نمیبین زدن برقرار کردن فآل بهم الامر یعنی که کار و یا رو برگردانید الی ان عبدوها من دون الله همین کارشون و یا رو به کجا برده رسونید به عبادت کردن و یا را من دون الله بغیر از الله سبحانه و تعالی فلما جاءهم نوح علیه الصلاة والسلام و نهاهم عن عبادتها و امرهم بعبادت الله
وقتی که نوح علیه السلام آمد به نزدشون، ایشان را از عبادتی اون صورت ها منع کرد و ایشان را امر کرد به عبادتی الله یکتا. قالوا لا تذرن آلهتکم، گفتن که هرگز شما ترک نکنید معبودانتون به گفتی این رفته. ولا تطیعوا نوحا، نوح اطاعت نکنید، گپشن نگیرید. واستمروا على كفرهم و طغیانهم و عنادهم، و دوام دادن در کفر خودشون و در تجاوزکاری و از حدگذری و سختگیری و استادگیریشون. هذا اول شرک حدث فی الارض، این اولین شرکی بود که در روی زمین روی داد. و سببه الصور، سببش چی شد؟ همون صورت ها شدن. ولهذا قال النبی صلی الله علیه وسلم ان اشد الناس عذابا عند الله یوم القیامه المصورون. برای خاطر این است که جناب پیامبر نسبتی صورت کشا سختگیری کرده، گفت که به درستی سخت‌ترین عذاب مردم در روز قیامت در پیشگاه الله، یعنی همون انسان عذاب میکشد که برای چی بود در دنیا؟ مصور به صورت کش و صورت درست کن بود، صورت گیر بود. و قال صلی الله علیه وسلم ان الذين يصنعون هذه الصوره يعذبون يوم القيامه. و حدیث مولا گفت که مؤلف خرجه البخاری و مسلم من حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. و دیگه حدیث گفت که ان الذين يصنعون هذه الصور، به درستی کسانی که همین صورت ها رو میکشن، يعذبون يوم القيامه، ایشان عذاب داده میشه در روز قیامت. یقال لهم، برایشان گفته میشه احیو ما خلقتم، می آفریدگی چیزتون رو جان بدید، زنده کنید. اخرج البخاری و مسلم من حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنه. يؤمرون بنفخ الروح في هذه الصور من باب التعجيز والتعذيب لهم والعياذ بالله. ایشان اول میکنن صورت که صورت بدمیدن روح در این صورت ها، یعنی که نمیتون که بیا، این از بابی عاجز موندن، عاجز گردانیدن، عاجزشون نشون دادن. صورت کشید جونش هم دید، بعد خودشون عاجز میمونن، نمیتونن و برای خاطر با عذاب دادن عیاذ بالله میگن عذاب است که الله تعالی هر بار که شما را عذاب بالله بندر که ضربه کرده گفتن گرفت که کو جان بده. لأن التصویر وسیله من مسائل شرک، زیرا که صورت گرفتن یک وسیله از وسایل شرک است که اساس آدم برده به شرک میرسونه. خدا خبردار نمیشه که ما حصل لقوم نوح، شخلی که این کار رو داد برای قوم نوح. فاول رسول نوح، اولین رسولان خلاصه یعنی که نوح است. و اما خاتم الرسل و آخرهم، اما خاتم و آخرون پیغمبران باشد، فهو محمد صلی الله علیه وسلم. قال تعالی، الله تعالی فرمود ما كان محمد ابا احد من رجالكم، یعنی که محمد پدری که کسی از مردان شما نیست و نبود و نیست، ولکن رسول الله و خاتم النبیین، ولی او رسول و خاتمی رسول الله است و خاتمی پیغمبران علیه السلام است. و قال صلی الله علیه وسلم، جناب پیغمبر فرمودند و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، من خاتم دهنده پیغمبران هستم، یگان پیغمبر بعد من نیست. اخرجه ابو داود و الترمذی من حدیث ثوبان رضی الله عنه. فبه صلى الله عليه وسلم ختمت الرسالات السماوية فلا يبعث بعده نبي إلى أن تقوم الساعة. پس به سبب همین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رساله های آسمانی را به خاتمه داده شد و بعد از او یگان پیغمبر را مبعوث گردانیده نمیشد تا قیامت قائم شدن. ولكن شریعته باقیه الى ان تقوم الساعه، ولی شریعت او باشد باقی است تا برپا گردیدن قیامت. و دینه باقی الى ان تقوم الساعه، دین او باقی است تا قیامت قائم شدن، کما سبق شخلی که گذشت. فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر ومن صدقه فهو كافر بالله لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. کسی دعوای نبوت کنه بعد محمد صلی الله علیه و او کافر است و کسی که با اون دعواگر باور کنه با هم کافر است با الله، زیرا اینکه بعد او صلی الله علیه و سلم یگان پیغمبر نیست و نخواهد شد. وقد ادعى النبوة بعده خلق كثير، بسیار مردم پیدا شد که بعد وفات او صلی الله علیه و سلم دعوای پیغمبری کرد و فضحهم الله همش شرمنده کرد و اظهر کذبهم، دروغشون آشکار کرد. و من آخرهم فيما نعلم القادیانی، و از آخرون همون کسانی که دعوای پیغمبری کرد خیلی که ما میدونیم دانش خود ما قادیانی است که غلام احمد القادیانی میگوید الهندی در هندوستان میشناسد. الذي كان في الاول که این یک انسان در اول يدعي العلم والعباده، علم و عبادت دعوا میکنه، مع این بار میگه که عبادت عابدم. ثم ادعى
انه عیسی ابن مریم و در فرصت اند که نگذاشته دعوا کرد که عیسی پسر مریم است. ثم ادعى النبوة با دعوای پیغمبری کرد. والآن له اتباع یسمون القادیانه. حالا و چی دارد؟ پیرو دارد که ایشان پیروان قادیانی میگویند. وقد كفرهم المسلمون ونابذوهم واعتبروهم فرقة كافرة خارجة عن الإسلام. بتحقیق مسلمانان و یا را کافر گفتگی‌اند و از آنها جدا شدند و یا را همچون یک فرقه کافری خارجه از ملت اسلام نامبر کردند و هم منابذون واقعا و ها جدا شدند و مطاردون و صلح کرده شده هستند. ولله الحمد، شکر الله من بلاد المسلمین، از کشورهای مسلمانان. ولهم نشاطون و فعالیت ها دارند، لکن نشاطهم یبوء بالفشل، دائم یکون نشاط و فعالیت کارشون برمیگردن بسی به ضعیفه، یکون پیشرفت ندارن انشاءالله. الحاصل انه لا نبی بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خلاصه میگوید که یگان پیامبر بعد رسول صلی الله علیه و سلم نمی شود. و من ادعا النبوة فهو کذاب، کسی دعوای نبوت کنه کذاب، دروغ است. کما قال صلی الله علیه و سلم لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون. قیامت قائم نمی شود تا فرستانیده نشود دجال ها دروغگویان را. قریبا من 30 نزدیک به 30 تا می باشند. کلهم یزعم انه رسول الله، هر کدوم میگه به تنهایی دوام میکند که وی رسول الله است. اخرجه بخاری و مسلم. خیر. نعم. نكمل. وكل أمة بعث الله إليهم، صاحب المثل قفت، وقال صاحب المثل وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم عليه الصلاة والسلام بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. ودليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تمام امت را به سویشان رسول فرستانید الله سبحانه و تعالی. از نوح سر کرده تا محمد صلی الله علیه وسلم ایشان مردم را دعوت میکردند به عبادت الله که تنها است و ایشان را منع میکنند از عبادت طاغوت. دلیل قول الله تعالی است که فرمود پس هم یاد میکنم که واقعا ما فرستانیدیم به هر یک امت رسول را. مقصد از فرستانیدن این بود که به اون مقصد که میگفتن که عبد الله را عبادت کنید و اجتنبوا الطاغوت، از طاغوت شما دست کشید. طاغوت کن از میگه تفسیر طاغوت بسیار است. وقال شارح المتنبئون كثيرون، دعوای پیغمبری میکردگی بسیار است. ولكن الله يفضح امرهم، ولی الله تعالی کارشون رو به شرمندگی انجام داد. و یکشف سترهم، یک پردی و یعنی که کشف کرد، یعنی که در درون پیغمبر نبودند. و یبین خزیهم للناس، و به اهمیت و به قدر و قیمت دادنشون در برای مردم بیان کرد. و من صدقهم فهو کافر، کسی و یارا باور کنه و کافر است. لانه مکذب لله و لرسوله و الیه اجماع المسلمین على ختم النبوة بمحمد صلی الله علیه و سلم. زیرا که الله را دروغ گفتگی میشه، رسولش دروغ گفتگی، اجماع دروغ گفتگی میشه. اجماع مسلمانان را بنا بر چی دروغگو هستند؟ بنا بر خاتمه دادن نبوت. این نبوت خاتمه داده شده است به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قول مؤلف گفت که و کل امت بعث الله الیهم رسولا، هر یک پیغمبر، هر یک امت را، هر یک قوم را به او الله سبحانه و تعالی بسوی رسول را فرستانید. ای کل امت من الناس یبعث الله الیها رسولا، یعنی هر امتی از مردم را الله تعالی بسویش رسول میفرستاند. لیقیم الحجة علیهم، تا که حجت بالای همون قوم برپا بکنند. لا یقول ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تا نگویند که ما را یگان بیم کنند و یگان یعنی که بشارت دهند نامد نگویند. و برای قول الله تعالی که فرمود و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما یگان کس عذاب دادن نیستیم تا بسوی او چکان کنیم رسول نفرستانیده باشیم. و کل امت من الامم السابقه یبعث الله الیها رسولا کما قال تعالی و این من امت الا خلا فیها نذیر. پس تمام امتی از امتان پیشین را الله تعالی بسویشان فرستانیده رسول را، چخلی که الله تعالی فرمود و یگان امت نیست مگر در درون هم امت یگان بیم کننده گذشته است. لكن يجب أن نعرف ما هي دعوة الرسل. ولی
واجب آن است که ما باید بشناسیم که دعوت رسول ها از چی عبارت بود. دعوت رسول کلهم من اولهم الى آخرهم هي دعوت الى التوحید. دعوت رسولان همشون از اولشون سر کرده تا آخرشون مراد از اون دعوت چی بود؟ دعوت به توحید بود. لقوله تعالی ولقد بعثنا في كل امه رسولا و تخیم فرستادیم در هر یک امت رسول را. مقصد از آن چی بود؟ ان یعبدوا الله را عبادت کنه و اجتنبوا الطاغوت، از طاغوت دست بکشید. فكل ما عبد من دون الله طاغوت، هر اون چیزی که بجز الله و غیره میپرستن و طاغوت حسابیده میشه. کما یاتی فی انواع طواغیت، شکلی که این یکی از نوعهای طاغوت من 5 نوع طاغوت هست. یعنی تشمینه ان من انواعهم ما عبد من دون الله، یعنی بعض از نوعهای طاغوت همین است که اون چیزی که غیر از الله میپرستن و هو راضی بذلک کما سیاتی، و خودش راضی باشد. شکلی که ما در این باره میگوید خودش راضی باشد. چون مثلا بعضی علما عیسی رو میپرستن، شما خیلی میبینید که اما عیسی از این عیسی پرست راضی است؟ هرگز نه. فمعنى قوله تعالى معنى قوله تعالى معنى قوله الله سبحانه وتعالى فرمود واجتنبوا الطاغوت، از طاغوت شما دست کشید، دور شوید. اجتنبوا عبادت الاوثان، یعنی از عبادت بت‌ها دور شوید و اصنام و از قبور و الاضرحه و گنبدها چی مفضله ها. هذه هي الطواغیت، این طاغوت ها همینا میباشند. فدلت الآیه الکریمه على ان دعوة الرسل كلها تتركز على التوحید من اولهم الى آخرهم. معنی قول الله تعالی که واجتنبوا الطاغوت، فدلت الآیه الکریمه، این آیه کریمه دلالت میکند به اینکه دعوت رسولان همشون یعنی متمرکز به توحید، یعنی که برقرار و استوار بود، یعنی که به توحید از اولشون ثبت کرده تا آخرشون. كما قال سبحانه وتعالى، شكرا که الله سبحانه وتعالى فرمود و ما ارسلنا من قبلك من رسول، پیش از تو یگان رسول را ما نفرستانیدیم مگر نوحی الیه، مگر وحی میکردیم که انه که لا اله الا انا فاعبدون، نیست یگان معبودی بالحق بجز من بجز خودم، فاعبدون مرا عبادت کنید. و قوله تعالی ينزل الملائكة بالروح من امره، فرشته ها را میفرارد بالروح، یعنی با وحی و نبوت، من امره من بمعنی به از به فرمان خودش، علی من یشاء من عباده، از بندگانش کسی را که میخواهد. ان انذروا، مقصد از فرستانیدن وحی کردن چی بود؟ ان انذروا بیم کنانند انه لا اله الا انا فاتقون، نیست یکی معبود بر حق مگر من. فاتقون، از من تقوا بکنید. جنوب تقوا بعضا خواه مرسوله. فدعوت الرسل كلهم الى التوحید، دعوت رسولان همشون به توحید بود. و افراد الله جل و علا بالعبادت، الله عز و جل در عبادت یکتا پرستی کردن، و نهی عن شرکی، و نهی کردن از شرک. هذه هي دعوت الرسل، دعوت رسولان همین است. ثم بعد التوحید تأتي شرائع من الحلال والحرام، بعد از توحید بعد از اون می اومدن دیگه قانون‌های الهی از جمله حلال و حرام و تفاصیل و شرایع و دیگه با تفصیلات شریعت که و تفاصیل شرایع تختلف باختلاف الامم، یعنی که با گوناگون بودنی با تفصیل بودنی قانون ها میکنه مختلف بودن به اختلاف امت ها و به حاجت مردمی همونجا. چون نمازش هم میگه دیگه بود، نماز میگه دیگه، طرز بود نماز روزه میگه دیگه بود، که موقع همین خیلی حاجت همین طلب میکرد. و ینسخ الله منها ما یشاء، از اون شریعت ها کدومش میخواست الله تعالی منسوخ میکرد. ثم نسخت كلها بشریعت اسلام، بعد از اون همین اون دین ها را، همین اون شریعت را به سبب شریعت اسلام یعنی منسوخ کرده شد، از قانون از حکم لغو کرده شد. الحلال والحرام والاحکام والعبادات، حلال و حرام و احکام و عبادت ها و اوامرها و نهی ها، همین ها یعنی که یا یکی چیزی که دادم در حرام بود که این حرام شدی باشد، چیزی که در اونجا میگیم حرام بود اینجا که حلال شدنش ممکنه. اما الاصل فهو التوحید فهذا لا اختلاف فيه ولا نسخ، اما اصل باشه و دیگرگون شدگی نیست و توحید است. این اند یگون اختلاف و یگون یعنی چی نیست، یگون نسخ شده از حکم بیرون کردگی نیست. هذا دین واحد، این دین یکتاست.
این الرسل كلهم من اولهم الى آخرهم دین واحد. این رسولان همشون از اولشون تا آخرشون یک تا دین است. کما قال تعالی اشخر الله تعالی فرمودی لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا. برای هر کدام از شما ما چیکار کردیم؟ شریعت قرار دادیم و منهاجا و راه و روش. و دین التوحید هو دی عبادت الله بما شرع في كل وقت بحسبه. و مراد از دین توحید و عبادت الله هست طبق آن چیزی که در شریعت ما نشان داده است در هر یک وقت بحسبی موافق به همون وقت دیدم. فاذا نسخ هذا الشرع یکی هذا الشرع نسخ، وقتی که همین شریعت رو منسوخ کرده شود انتقل الى الناسخ، باید که به ناسخ انتقال کرده شود. فمن اصر و بقی علی المنسوخ، کسی که به آیه منسوخ و یا حکم منسوخ استادگیری کند استاد و ترک الناسخ، آیه ناسخ ترک بکند، فانه یکون کافرا بالله عز وجل، چون این کس کافر به الله عز وجل میشه. میگه که هر در ابتدا من نبود مهارت نمیشم بگیرم مقطع زمینشم کی باید نشه. من باور ندارم با اون آیه های وحی بود که كفر مش عاوز بده. لأن دين المنسوخ لا يكون دينا بعد نسخه، زیرا که دین منسوخ دین شده نمیتونه بعد از حکم برآورده شدنش. و انما هو دین قبل ان ينسخ، بله و دین بود ولی پیش از منسوخ شدنش. فاذا نسخ فلا يكون دين، وقتی که منسوخ شود و دین شده نمیتونه. و يكون دين هو النسخ، دین کدامش میشه؟ دین همون منسوخ کننده میشه. ولهذا نسخت شریعت الاسلام ما قبلها، برای خاطر این است که شریعت اسلام از خودش پیش بگیر بود دین و شریعت و قانونها را منسوخ کرد من شرائع. فمن بقي على اليهودية والنصرانية، کسی به یهودیت و نصرانیت خود باقی ماند بعد بعثت النبی، بعد از مبعوث شدن محمد صلی الله علیه و سلم، فهو کافر و کافر است. لأنه يعمل بدین منسوخ، چون او به دین نسخ شده عمل کرده استاده است. انتها وقته که همون دین منسوخ چی وقتش تمام شده است. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.